وقت بده. تخلیه روغن برای سیلندرها واجبه، چرا که همین روغن باعث میشه که به مرور زمان داخل رگولاتور رید سوخت و کل سیستم سیرکولیسیونی CNG نفوذ کنه و باعث خودرو بشه، مخصوصا در فصل سرما که توصیه میکنیم خودروهای تاکسی سالیانه سال یک بار حداقل باعث سیلندر باز بشه، روغنش تخلیه بشه و سرویس بشه، شستشو بشه، نصب بشه به خودروهای سواری هم که زیاد از گاز استفاده نمی‌کنن، خیلی کمتر از تاکسی هستن، 2 سال یک بار بس این عمل رو انجام بدن. تخلیه روغن باعث میشه که هم سیلندر گاز بیشتری بگیره، این مایعات از داخلش خارج میشه، هم گاز بیشتری بگیره و باعث بهتر کار کردن